برخی منابع خبری از حمله گسترده نیروهای امنیتی به منطقه‌ای در میناب خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای نظامی و امنیتی از روز سه‌شنبه به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت با یورش به منطقه بندر کلاهی اقدام به تخریب منازل، بازداشت، توقیف خودروها و آتش زدن قایق‌های صیادی کردند. تصاویری که روز چهارشنبه منتشر شده نشان می‌دهد که جمعی از شهروندان این منطقه برای ممانعت از ورود نیروهای نظامی در مبادی ورودی روستای کلاهی آتش روشن کردند. همزمان تصاویر دیگری از اعزام گسترده نیروهای یگان ویژه به این منطقه حکایت دارد. بیشتر ساکنان بندر کلاهی از توابع شهرستان میناب، بلوچ و سنی مذهب هستند. برای بررسی جزئیات بیشتر این خبر همراه هستیم با حبیب الله سربازی، فعال سیاسی بلوچ که از تورنتو کانادا با ما هستند. سلام می‌کنم بهتون آقای سربازی عزیز، خوش اومدین به این برنامه. برای ما میگید از جزئیات این وقایعی که اتفاق افتاده در اون منطقه؟ عرض سلام دارم خدمتتون. از دیروز هست که به طور کاروانی نیروهای مسلح به این منطقه حمله کردند و این بار اول نیست. است که ما در 5 سال گذشته 10 حمله مشابه رو شاهد بودیم که حدود 20 نفر کشته و زخمی شدند در این حملات. حسین ملاحی و بسیار دیگر از این جوانان که یک تن حداقل از اونها که زخمی شده زن هم گزارش شده است. در این مدت مردم جور این رو دارن میکشن که در یک موقعیت استراتژیک دارن زندگی میکنن و حکومت طرحها و پروژه های کلانی رو در واقع در این منطقه آغاز کرده و میخواد اونها رو توسعه بده، پیشرفت بده. اگر شما بندر کلاهی رو که از دیروز تا الان مورد هجمه و هجوم قرار گرفته و در سالهای متعدد قبلی هم مشابه با این حملات انجام شدن رو در نقشه بخواید بررسی بکنید، ببینید که در تنگه هرمز قرار داره. نزدیکترین منطقه به جزایر مثل لاک و جزایر مثل هرمز و اینها هست. به جزایر و سگانه هم برحال از اونها فاصله نداره. به عمان جزو نزدیکترین مناطق هست، به خاک عمان. مردم این مناطق به خاطر اینکه به حکم اینکه بلوچ بودن و به حکم اینکه اهل سنت هستن از تبعیض مضاعفی مواجه بودن باش و در سالهای گذشته از هیچ گونه کاری برای اونها در واقع تهیه نشده، فراهم نشده. مردم عملاً تنها کاری که داشتن صیادی بوده که جلوی صیادی هم از طریق چینی هایی که برای جارو کردن دریا اومده بودن عملا این کارشون هم با مشکل مواجه شده. پروژه هایی که در سالهای اخیر شاید برای بینندگان از این سوال ایجاد بشه چرا این اقدامات تکرار میشه. آقای سربازی، بله، در اینکه اون منطقه محروم هست که شکی نیست و خب به هر حال حقوق زیادی از شهروندان اون منطقه پایمال میشه، اما میخوام در مورد وقایع 2 روز اخیر صحبت کنیم. بیشتر مشخص چند نفر بازداشت شدن؟ آمار بازداشتی ها هنوز به دست ما نیست چون تعداد بسیار زیادی از افراد بازداشت شدند و در سالهای اخیر برخی از این بازداشت ها رو هم به بهانه اینکه اینها اتباع غیر مجاز هستند هم انجام دادن که این واقع به این شکل صحت نداره. عده‌ای از مردم منطقه شناسنامه ندارن، اینا هم در بازداشت ها شامل شدند. مردم منطقه برای اینکه جلوگیری بکنن از این مسئله هیچ راه چاره دیگری ندیدن جز اینکه مسیر ورودی خروجی رو یک چند تا لاستیک رو آتش بزنن که ماموران وارد نتونن بشن. اما نیروها هم در متقابلا از گاز اشک‌آور استفاده کردن، شلیک هوایی کردن. مشابه با این اقدامات در گذشته با شلیک همراه بوده و عده‌ای زخمی شدن و کشته شدن. عملاً چون مردم چون کار سوختبری دارن انجام میدن به دلیل اینکه کار دیگه ندارن، حکومت از این بهانه داره استفاده میکنه برای اینکه جلوی این مردم رو که به بهانه اینکه این سوخت قاچاق هست و نباید فروخته بشه و جلوش باید گرفته بشه این حملات رو صورت میده. ولی اینکه این هم به شکل گسترده‌ای صورت میگیره و باعث رعب و وحشت میشه. زنان، کودکان در روستا که هستن و چنین فضای رعب‌آوری رو در منطقه ایجاد میکنه، این با اون اصل مشکلی که وجود داره مطابقت نداره، بلکه پشت برنامه‌های دیگری هم. آقای سربازی کوتاه بگین مشخصه که این نیروهایی که یورش بردن به اون منطقه از کدوم نهادها هستن؟ بیشتر از اون چیزی که اسمش گرفته میشه دریابانی بهش گفته میشن. سرهنگ لشکری در گذشته اسمش بسیار گرفته میشد که در خودش رسما در این حملات حضور داشته و در سرکوب‌ها همراه بوده. مردم منطقه اسمش رو بسیار زیاد میگیرن. تشکر میکنم از شما حبیب الله سربازی، فعال بلوچ که از کانادا مهمان برنامه ما بودید.